رانا هاشمزاده رئیس شهر گلستان میگوید اولی امسال بنابر پیش آمدن مشکل در شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین شهر با کمآمد مالی روبرو شد. در این کارخانه عظیم شماری از کارگران چینی کار نکردند. در ماه‌های اپریل و می امسال برخی کاربران رادیو آزادی از قطع فعالیت چندین متخصص چینی خبر داده بودند. این کارخانه یگان وقت از فعالیت نموند، اینها فقط مقدار اقتدار استحصالش کم شد، برای استخراجش کم شد، برای آنکه زیاده از 300 نفر دو شرکت GL میگوییم سینفیدره انامینا بین خودشان شرطنامه قطع کردن، کارگرای گرفته برآمده رفتن که تا همون که به جای آنها کارگر آمد موقتا جای کاری همونها موند. انام استخراجی که در یک روز گوییم که 3000 تonna 5000 تonna بود، ما الان نکردیم تا 50% و کار کرد. یگان روز از کار از فعالیت باز نموند. بنابر همین از همین سبب که 80% مجموع محصولات صنعتی شهر و انامی کارخانه کلانتری میکرد، از همین حساب ما اندازه رو اجرا کرده نتوانستیم. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین ماه ایون سال 2007 در شهرک زرنثار گلستان قیروقمی سابق به کار آغاز کرده است. آن اساساً به کارکرد متال‌های رنگه و روح مشغول است. قبلا مسئولان اداره صنعت شهر گلستان گفته بودند که در شرکت بیش از 3000 کس کار میکند و 1100 نفرشان چینی هستند. پیشتر هم در پرداخت معاش و تامین شرایط کار بین شرکت و کارگران چینی بحث ها رخ داده و حتی چند دفعه منجر به جنجال شده بود. ولی این نوبت مشکل در مدت کوتاه برطرف شده و بعدا متخصصان نو را آوردند. اما مسئولان اداره اندازی ولایت میگویند که این حال به اجرای نقشه آنها خلل وارد کرد. شرکت در فعالیتش از خدمترسانی شرکت‌های قدرتی استفاده می‌کردند و با دیگر شدن ترتیب کاربریشان این شرکت‌ها از فعالیت باز موندند یا شرطنامه با این شرکت بزرگ قطع کردند و از حساب این شرکت ها در ناحیه گلستان بودجت 10 میلیون سومانی مبلغ و حساب و پرداخت نشد. این شرکت ها سینخیدره بودند، GL بودند. اگر در نشست مطبوعاتی گلستان شما خواهی بودند، حاضر فعالیت نکرده ایستادند. کارخانه مذکور در جماعت زرنثار در 60 کیلومتری شهر خوجند در سرحد با ازبکستان جایگیر است و سال 1 میلیون تانه معدن سرب و روح را کارکرد میکند. مقامات انداز یا مالیات تاجیکستان شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین را در برابر کارخانه مشترک طلای زرافشان از بزرگترین اندازدهندگان این منطقه نام میبرند. حکومت تاجیکستان از موقع افزاینده چین در ساحه معدن حمایت و ادعا میکند که تنها شرکت‌های چینی برای انجام چنین طرح‌های عظیم اظهار آمادگی کرده‌اند. خود کشور در پی رشد شرکت‌های وطنی نیست. پایبندی شهر و ناحیه‌ها به درآمد عظیم از حساب چنین شرکت‌های بیگانه در صورت قطع یا کاهش کار آنها میتواند به مشکلات مالی و کسری بودجه سبب گردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر گلستان.